آقا دارم ضبط میکنم. چی داری ضبط میکنی؟ آقا اسم آب بده بخورم. بابا بشنم مکمل آدم. اینجا میبینی. شوهر زمان بود. چه وضع شد؟ حالا شروع کردیم. ولش کن. دوستان زنجیره جدید برامون رسیده. سورپرایز ما این بود. امروز می‌خواستیم سورپرایزتون کنیم. ببخشید. من با این اصلا معلوم نیست تا کجا می‌خوام ادامه بدم. مشتری اومد. بله زنجیره جدید رسیده. این گردنبند فیروزه پلاک 60 قد داشتیم. این زنجیره رسیده. زنجیر از حدود 6 خورده‌ای هست تا 1-2 تومن. بعد مچبندام رسیده کلا قطعش کن مشتری اومد همچین. خب دوستان کارهای جدید زنجیرها رسیده. اینم سورپرایز این هفتهمون بوده. کلی زنجیر خاص و خفن اومده. زنجیرای سنگین وزن، کارهای عالی و درشت. نمونهش همین پلاک زنجیری که گردن خودم پلاکش قدیمی بوده. بابا بسر من مگه دارم بادمجون زنجیر آوردیم آقا گند زدید چه انداختیم از مشتری خوب ما اصلا زنجیر می‌خواستم آوازه من عذرخواهی می‌کنم ببخشید این مثلا نمیدونم تی می‌زنم ولی خدا چیزی هم نشد زیاد من دیگه خدا خب این هم از سختی‌های کار ما وجود اصلا هیچ راهی نیست واسه ما الله چی بوده خدا هزار مرتبه چیزی مشتری میاد بعد خدا رو قهرش میگیره همینجوری فراوانی مشتری میاد ولی خب کلی زنجیر جدید برام رسیده قیمتام متفاوته اون پشت صحنه میذارم ببینید که حالشو ببرید هر چی همه مدل همه وزن از 200 گرم 100 گرم 20 گرم 1 گرم 2 گرم خیلی زنجیر داریم امروز واقعا رشته کلمات دستم دارم به بزرگی خودتون ببخشید